الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير سيدنا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. بسیار در یک روزی مبارک و در یک روزی خیلی خوبه، یعنی در روزی جمعه ما و شما قرار داریم. یکی شما رو برادران و خواهران عزیز به این روز سعید تبریک میگیم و تهنیت میگیم و از خدای مهربان با دعاگو هستم که تا هفته آینده، تا جمعه آینده خداوند شما را با در پناه رحمتش نگهبان باشد. از الله مهربان دعاگو هستم که همه آن نفرهایی که از ما گذشتن خداوند رحمت و مغفرتشون کنه. الله را دعا میکنیم که بیماری هامون شفای کامل کیه. الله را دعاگو هستیم که مسافرهای ما و شما را کجایی باشند الله مهربان سفر مبارک و خیر نصیبشون گردانه. و الله مهربان دعاگو هستیم برادران عزیز و گرامی که منم دعا میکنم، شما هم باید دعا کنین که خداوند در این دیار ما و شما، در ملک ما و شما همیشه یک نعمت آسودگی، نعمت یکدیگر فهمی، نعمت وحدت، نعمت تنجی خدای مهربان برقرار و بردوام نگه داره. خدای مهربان دعاگو باشیم برادران عزیز و گرامی که از زمره مسلمان هایی باشیم که از دست زبانمون کسی آزار نیابد. الله مهربان دعاگو باشیم که خداوند با همین نعمت ایمانی که برای ما داده اولا توفیق ما نصیب گردان که بر همین نعمت شکرگزار باشیم. دوم خدای مهربان دعا میکنیم که این نعمت در ما برقرار و بردوام نگه بدار. حضرت مولوی جنونی میگفت مسلمان بودن تو کیبکار است، مسلمان مردن اینجا اعتبار است. یعنی حیات مسلمانی حیات مبارکه، خیر است، لیکن دنیا را با ایمان و با اسلام پدرود گفتن این میگه خیلی مهم و ضرور است. الله را دعا کنیم که خداوند هم حیاتی که از بندگی خدا، از عنوان مؤمن و مسلمان بودن عبارت باشد خداوند نصیب ما گردانه و دنیا را هم با همین ایمان و با همین اسلام دعا کنیم که خداوند پدرود گفتن این دنیا را برای ما و شما با ایمان و با اسلام نصیب گردانه. برادرای خیلی عزیز گرامی، من یک سوال و جوابی را